سرخط خبرها. در طول هفته جاری ما هیچ برنامه‌ای رو برای برگزاری نشست گروه‌های کاری نداریم. البته میانجیگران و با آمریکا در تماس هستند که بتونیم هم تاریخ و هم مکان رو تعیین بکنیم با در واقع فراهم شدن شرایط لازم. آمادگی اسرائیل به حمله مستقلانه به ایران. جمهوری اسلامی میگوید به دشمن اعتماد نداریم و همچنان دست به ماشه هستیم. اسرائیل اعلام کرده که آماده حمله مستقلانه به ایران است. ترامپ بر اثرگیری گفتگوها پافشاری کرد و تهران گفته هیئت ایرانی در دوحه اکنون با آمریکایان مذاکره نمی کند. واکنش ها به حمله های پسین رژیم نظامی پاکستان و پافشاری بر اتحاد در مقابله با تجاوز. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، هند، بریتانیا و گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان حمله های هوایی پسین رژیم نظامی پاکستان بر خانه های ملکی را خلاف قانون های بین المللی دانستند. وزیر سرحدات، اقوام و قبایل امارت اسلامی از مخالفان حکومت خواست تا به کشور بازگردند و برای پیشرفت افغانستان همکاری کنند. پیشنهاد و پیام ما بریشان همین هستند. اگر که شما مثل گفتنی شما جهاد کردید در مقابل روس، به خاطر چی بود؟ به خاطر آزادی افغانستان بود. امروز آزادی افغانستان آمده است. چه پیشنهاد دارید؟ چه آرزو، چه خواستگی از امارت اسلامی دارین؟ بیاین پیشنهاد خود را مطرح کنید. و امضای توافقنامه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و چین. نماینده افغانستان در فدراسیون جهانی تجارت و انکشاف اقتصادی در جریان سفر رسمی به منطقه توسعه اقتصادی و فناوری پیشرفته یانگژو جمهوری خلق چین توافقنامه را با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان دو طرف به امضا رساند. این توافقنامه چارچوب را برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت، تولید، فناوری و سایر بخش‌های اقتصادی فراهم می‌کند. سلام، وقت شما بخیر. به خبر 5+1 با من اسماعیل سادات خوش آمدید. جمهوری اسلامی میگوید به دشمن اعتماد نداریم و همچنان دست به ماشه هستیم. اسرائیل اعلام کرده که آماده حمله مستقلانه به ایران است و تهران گفته هیئت ایرانی در دوحه با آمریکایان گفتگو نمی کند. ترامپ اما بر اثرگیری مذاکرات در قطر پافشاری می کند. برای آخرین ها از خاورمیانه همکارم احمد رشاد زریر از استودیوی 2 با ما همراه است. سلام زریر، وقتت بخیر. ایرانیان و آمریکایان در قطر هستند. آیا مذاکرات از سر گرفته میشه یا خیر؟ سادات پیچیده است، چرا اختلاف نظر وجود داره و یک کمی هم احتیاط به ویژه از طرف قطر به عنوان میزبان میانجی. حالا هفته گذشته قرار بود واقعا که یک سری گفتگوهای هم تکنیکال در سوئیس و هم در قطر ادامه پیدا بکنه، به ویژه در پیوند به بخشی از ماده های تفاهمنامه 14 ماده‌ای، اونهایی که مرتبط با آزادسازی دارایی‌های ایران است در قطر دیدار میشد و قطر تسهیل کننده این ماده ها و همچنان میزبان بود. ولی حالی استیو ویتکاف و جورج کوشنر در قطر هستند، رسیدن و نمایندگان ایران یک تعداد قبل از کوشنر و استیو ویتکاف به قطر رسیده بودند به دوحه و یک تعداد هم تازه. ولی همه ساعت دقایق قبلتر که ما به استودیو بیایم، وزارت خارجه قطر اعلام کرد، گفت بله نمایندگان آمریکا و نمایندگان ایران در قطر هستند، اما دو طرف هیچ دیدار مستقیمی ندارند و با میانجی ها صحبت میکنند، با پاکستانی ها و قطری ها، و تاکید کرده که ایران درست میگه که یکی از دلایل حضور نمایندگان دو طرف در اینجا با وجودی که گفتگو نمیکنن بخشی از ماده های تفاهمنامه 14 ماده‌ای است، از جمله آزادسازی 12 میلیارد دلار که 6 میلیارد دلار معاون رئیس جمهور پزشکیان گفت که در حساب اکس در حساب بانکی ایران نشسته در یکی از کشورهای خلیجی فارس که مشخص نکرد خود قطر است یا کدام کشور دیگه، امارات از کجاست، و همچنان گفت 6 میلیارد دلار دیگه هم آزاد خواهد شد. حالا قطر این چنین چیزی گفت، ایرانی‌ها تاکید کردن، گفتن ما هیچ گفتگو مذاکره نداریم. ولی با توجه به این که حساسیت ها بالا شده سادات در داخل ایران، ما شاهد اوج اختلاف نظر در میان سران ایران در سطح بسیار استراتژیک
هستیم. به ویژه آنچه در مجلس خبرگان اتفاق افتاد و حتی همین امروز هم چندین مقام جمهوری اسلامی از جمله همین معاون رئیس جمهور پزشکیان برای توجیه همین اختلاف نظر به مسائل پرداختند و گفتند که نظر رهبری با مذاکره همسو است. همه نگران ای هستند که مبادا واقعا مجتبی خامنه‌ای مخالف مذاکره بوده و این توافقنامه امضا شده باشه در خلای نظر او. ولی توجیه ریاست جمهوری این است که یک لیستی را منتشر کرده، گفته رهبر جمهوری اسلامی هدایت داد، گفت که اگر من نظر خودم را تحمیل بکنم در چنان صورت موجودیت شورای امنیت معنای نخواهد داشت و بنابراین گفته که همه فرماندهان نظامی و اعضای شورای امنیت ملی و رهبری سه قوا با هم جلسه بگیرن، اگر 2/3 رأی را آورد همین توافقنامه امضا شود و مذاکره صورت بگیره. گفته حالا چنین شده که فقط یک آدم از نمایندگان رهبر رأی مثبت نداده، دیگه تمامی اعضای شورای امنیت رأی مثبت دادن 99%. بنابراین گفته این خودش نظر مثبت رهبری است. پزشکیان هم گفت که ما بدون نظر رهبری گامی بر نداشتیم و این نظر به خاطر همین حساسیت است که شاید ایران و آمریکا دیدار هم داشته باشن، مثل که دورهای قبل گفتن نداریم، بعداً دیدیم که داشتن، از جمله در پاکستان دوره اولشان. شاید این بارم دیدار صورت بگیره. زریر، اما ایران آمریکا، ایران اسرائیل البته از موضوع جنگی دارن، آیا خطر درگیری همچنان وجود داره یا خیر؟ خطر درگیری که جنگ همیشه در بیخ گوش خاورمیانه بین ایران و اسرائیل بوده. حالا مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران صحبتی با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر داشته در همین جریان رفت و آمده بین تهران و قطر و واشنگتن و آقای ابن رضا گفته که ما به دشمن اعتماد نداریم و دستمان روی ماشه است، آماده هم حملات تهاجمی هستیم هم حملات دفاعی و همه گفتگوهایی که صورت گرفته و صورت میگیره در سایه بی‌اعتمادی است. بنابراین ما برای هر سناریویی آماده هستیم. از طرف اسرائیل هم که 2 روز میشه که پیوسته صحبت از جنگ میشه و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت که ما در وضعیت کاملا آماده باش قرار داریم، اونم مستقل از آمریکا. حتی اگر تهران و واشنگتن توافقشان اجرایی بکنن هم ما هم دست روی ماشه هستیم، امکانات و توانایی تهاجم علیه ایران را داریم. ولی تاکید کرد، گفت که به 2 شرط با حمله میکنیم، یکی که نظر ترامپ در قبال ایران تغییر کنه و تصمیم دیگری بگیره که ما متحداً جنگ میکنیم و یکی که ایران به ادعای او خطایی بکنه و حمله بکنه. یک رنگ نگرانی از حمله ایران به اسرائیل هم به دلیل حملات اسرائیل به لبنان در صحبت‌های اسرائیل کاتس دیده میشد و گفت که اگر ایران بخواد به ما حمله کنه اون وقت است که ما دوباره جنگ را به شدیدترین وضعیتش از سر خواهیم گرفت و همچنان بوی تنش میته، اما در کنارش دیپلماسی هم ادامه داره. بسیار تشکر. و اثر در آخر بپردازید به اوضاع تنگی هرمز که چگونه است. گویا ایران و عمان را دچار اختلاف شدید ساخته. از یکی از آگاهان ساعتی پیش که من با اونا گفتگو داشتم که بسیار مطالعه کرده اوضاع خاورمیانه را و دنبال کردم چند ماه جنگ و صلح ایران را شبانه روز، باور و تحلیل او این است که عمان به دلیل ضعف در استقلالیتش هر از گاهی موضعش تغییر میکنه. همین عمانی که همکنون در حال برگزاری نشست‌هایی است و با ایران دچار اختلاف شده بر سر مدیریت تنگه هرمز و با ایران بر سر مدیریت تنگه هرمز رقابت را آغاز کرده. عملاً عمان که در جنگ 40 روزه کماکان موضعش از آمریکا به سمت ایران رفت و ما دیدیم که بالاخره به ایران خیلی نزدیک شد، به اندازه که یک بار دونالد ترامپ شخصا عمان را هم تهدید کرد و عمان هم واکنش نشان داد. و اما در ادامه حالا شاه عمان رفته به دیدار مکرون و اونجا وعده داده که ما مشترکاً، یعنی فرانسه و عمان مشترکاً مینروبی میکنن تنگه هرمز را، اون 80 مین یا چی تعدادی که اونجا هست. ولی ایران هشدار داد، گفت که به هیچ کسی حتی عمان ما اجازه مینروبی نمیدیم، مینروب عمان فقط ایران خواهد بود. دوم، ایران تلاش میکنه که در کنار عمان مشترکاً مدیریت آبراه خلیج فارس را به عهده بگیرن و بعد بر اساس قوانین و اصول و قواعدی که ایران تعیین میکنه رفتار بکنن، حتی اگر عوارض و هزینه خدمات هم گرفته میشه از کشتی ها. ولی عمان که در جلسات زیاد مخالفت نکرده بود، تازه به صراحت گفته که ما به عدم
عوارض گرفتن از تنگه هرمز متحد هستیم و از اینکه تنگه هرمز مثل قبل از جنگ 40 روزه باشه حمایت میکنیم. بنابراین اینجا کماکان تنش و تفاوت دیدگاه به میان آمده، ولی خب به هر حال این اثری فعلا روی وضعیت تنگه هرمز نگذاشته. تنگه هرمز همچنان وابسته است به وضعیت لبنان، وابسته است به رویکرد متقابل تهران و واشنگتن، به مذاکراتی که همچنان در حال از ابهام است و خطر جنگی که بیخ گوش خاورمیانه هست و هنوز هم قیمت نفت دیگه بین 60 و 70 دلار است و وضعیت اقتصاد دنیا هم تأثیری مثبتی حداقل در 2 هفته اخیر که گرفته بود گرفته به خودش و حتی درگیری اخیر هم که چند روز پیش اتفاق افتاد سبب نشده که تنگه هرمز کاملا بسته شود. از سرای جزئیات و حضورت سپاسگزارم زریر. همکارم احمد رشاد زریر آخرین ها از خاورمیانه را با ما در جریان گذاشت. اسمر افضلی در این باره گزارش دارد. با وجود اعلام آمادگی ایالات متحده برای برگزاری دور تازه گفتگو با جمهوری اسلامی در دوحه، مقام‌های ایرانی هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا را رد کردند. این اختلاف روایت دو طرف ابهام‌ها درباره آینده این روند را بیشتر کرده است. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا برای شرکت در مذاکرات راهی دوحه شده است. سخنگوی کاخ سفید افزود همزمان با نشست‌های مقام‌های ارشد گفتگوهای فنی نیز برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته است که جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست را داده است و این نشست ممکن است بسیار مهم باشد یا شاید هم نباشد، اما روند پرونده را مثبت ارزیابی کرده و بار دیگر تاکید کرده است که هدف واشنگتن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. نشست دوحه شاید بسیار مهم باشد و شاید هم نباشد. باید منتظر نتیجه آن ماند. اما در مجموع روند این پرونده تا اینجا خوب پیشرفته است. از نظر نظامی نیز ما در موقعیت برتر قرار داریم و به باور من این پرونده به گونه تقریبی به پایان رسیده است. موضوع بسیار ساده است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و آنها نیز با این موضوع موافقت کردند. اما کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد اعضای هیئت ایرانی هیچ دیداری با مقام‌های آمریکایی نخواهند داشت، موضوعی که با اعلام واشنگتن درباره برگزاری مذاکرات در دوحه در تضاد است. در طول هفته جاری ما هیچ برنامه‌ای رو برای برگزاری نشست گروه‌های کاری نداریم. البته میانجیگران با آمریکا در تماس هستند که بتونیم هم تاریخ و هم مکان رو تعیین بکنیم با در واقع فراهم شدن شرایط لازم. ما نشست گروه‌های کاری رو نداریم، پس ما مذاکره‌ای رو در دوحه در واقع نداریم چون اسم دوحه برده شده در رسانه‌ها و ظاهراً برخی از مقامات آمریکایی هم ما از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که در واقع به دوحه سفر می‌کنن. این هم ارتباطی با در واقع حضور هیئت‌های کارشناسی ایران در دوحه نخواهد داشت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات مستقیم با آمریکا در دوحه را رد کرد و گفت هیئت ایرانی برای پیگیری اجرای تفاهم به قطر می رود و گفتگوها تنها از طریق میانجیگران انجام می شود. او تاکید کرد مذاکرات درباره توافق نهایی هنوز آغاز نشده است. با این همه موضع‌گیری‌های اسرائیل در مقابل ایران نیز شدیدتر شده است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده است که دونالد ترامپ با وجود مخالفت اسرائیل بر پیوند دادن مذاکرات آتش‌بس لبنان و ایران تاکید دارد و این موضوع را در راستای منافع آمریکا دانسته است. او همچنان گفته تا زمانی که حزب الله خلصلا شود اسرائیل از لبنان عقب نشینی نمی‌کند و هشدار داده در صورت شکست مذاکرات یا حمله ایران اسرائیل آماده جنگ است. و به همین ترتیب میرسیم به پایان بسته خبری 5:30 در یک. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.